چند دقیقه وقت بذار و این پیامو بشنو. قطعاً به دردت میخوره. میخوام آیه‌ای رو از کلام خدا با شما تقسیم بکنم که خیلی پر از برکته. در باب 14 کتاب خروج آیه 14 اینطور نوشته شده: خداوند برای شما خواهد جنگید، شما فقط آرام باشید. دوست من، خواهر و برادر من، روزایی هست افکار ما پر از استرسه، نگرانیه، فشارهای زندگی، مسائل مشکلاتی که برمون پیش اومده. هر دری رو زدیم، متاسفانه با در بسته روبرو شدیم. هر مسیر رو رفتیم، تهش فقط برای ما خستگی مونده. هر چقدر توان داشتیم تلاش کردیم، اما نتیجه هیچ و هیچ بوده. در اینجاست که یک لحظه باید به جان خودت، به فکر خودت بگی آرام باش. آرام باش، خدا برای تو می جنگه. عزیزان، در این دنیا بدون خدا نمیتونیم زندگی کنیم. بدون قدرت خدای متعال نمیتونیم زندگی کنیم. ممکنه خیلی از راه ها رو بریم، موفق هم شده باشیم، ولی اون موفقیت نبوده که ما انتظار داشتیم. تشویقت میکنم هر جا سختی میاد سراغت، یا دقیقاً روزهایی که خیلی هم شادی، به یاد این آیه بیفت که خداوند برای تو خواهد جنگید. تو فقط آرام باش، صبوری کن، دست بذار در دست خداوند و اجازه بده با خداوند از تمامی مسیر زندگیت لذت ببری. آمین.